نشست با کمال احترام حضور شما رو با نشست مطبوعاتی وزارت امور بیان جمهوری تاجیکستان خیر مقدم گفته بیناداری خود را جدی همکاری پیوسته و توجهتان به ساحه علم معارف جمهوری تاجیکستان پیش‌رو می‌نماید. جمیله حسینه و گزیده SSR بسیار خوب شد که بچه‌ها دیروز یک مصاحبه شما را الکی در شبکه‌های اجتماعی و صفحه فیسبوکی وزارت گذاشتن و خیلی اطلاعی زیاد از اونجا دسترس کردیم. قریب که سوال نیست، ولی به هر حال من میخواستم توجه شما رو به مسئله احتیاجات کادری. طوری در مصاحبه شما اومده است در سال 2024 به 3161 نفر آموزگار کادری جوان احتیاجات بوده است در کشور، در مکتب‌های کشور. اما این رقم تنها 64 از این رقم تنها 64 از 1% اجرا شده است. یعنی این 35% دیگر کجا رفتن، چی شد و اگر نرفتن نسبت اونها یگان چوره یا یگان کارهای دیگر صورت گرفت یا نه. و دیگر یک خواهش از شما با استفاده از استاد عزیز مسئول عبدالله‌زاده بیاید همه آموزگاران از همه شنبگی های از حد زیاد آزاد کنید. شما در 2 سال آخر خیلی کار کردید در سمت دستگیری آموزگار، جدا شدن امتیاز. آموزگاران رو خیلی راضی‌اند، خصوصا در ولایت ختلان که صاحب قطعه‌های زمین میشوند، صاحب قرض‌های امتیازمند میشوند. ولی گروه برآوردن آموزگار و کوچه‌های بیرون از مکتب‌ها نسبت شنبگی مکتب عرضه نداریم، اعتراضی نداریم، ولی ببینید صدها هزارها آموزگاران هم می‌برند روزهای شنبه یکشنبه رفتن کوچه نمی‌دونم جمع کردن پولو. او که بعد روز یکشنبه در خانه کنسپکت می‌نویسد، او که بعد درس تیاری می‌بیند. من بسیار می‌خواستم همین مسئله را مورد توجه بگیرید. تشکر. قسمت اولی سوال شما در آغاز سال خونش همه وقت در آغاز سال میلادی ما با تمام مؤسسات تحصیلاتی میانه عمومی مراجعه میکنیم که با ما پیشنهاد کنند احتیاجات کادری و با ما در حقیقت مثلا معلوماتی که شما در روزنامه روزنامه خوندید با ما پیشنهاد کردن که احتیاجات با آموزگاران 4103 نفر تشکیل میکنند. بعدا ما کاربری کردیم. ما با اکثر معلومات شما رسوندیم که در سال 2024 مؤسسه‌های تحصیلاتی عالی کسبی رو زیاده از 13000 ختم کردن و همچنان از مؤسسه‌های تحصیلاتی میانه کسبی رو نیست تقریبا زیاده از 3000 دیگر ختم کردن، در اون 16000 تشکیل و از همین شماره تخمین زیاده از 4000شان اینا دانشجویانی بودن که طریق بودجه‌ای تحصیل کردن. وقتی طریق بودجه‌ای میکنن تو با آنها رفت میدیم و اینها به جای کار تامین کردن میشن. از شماره ختم کردن شکل شما گفتن در حقیقت 64% امروز به جای کار گذاشته شده، لیکن متماده‌اش نرفتن و ما با رهبران مؤسسات تحصیلات عالی کسبی مراجعه کردیم. رهبران مؤسسات تحصیلات عالی کسبی و رهبران مؤسسات تحصیلات کسبی اون نفرانی که طریق بودجه‌ای تحصیل کردن اینها رو با سوپر مراجعه کردن جهتی برگرداندن مبلغ برای اونها از سوی مبلغ بودجه تحصیل کردن. این بعدی که بر مبلغ بودجه تحصیل میکنن باید حتما رفته در مؤسسه تحصیلات میانه کسبی نه زیاده از 3 سال است. بله 3 سال است رفته با تحصیل خواننده فراگیر باشند. محترم فرماندار وسایل اخبار ما یک سال شما رسانه ما هر روز شنبه با خود با قبول شهروندان می‌گذاریم. قسم زیادی نفرانی هستند که بعد ختم مکتب عالی مخصوصا در سمت رشته آموزشی با ما مراجعه می‌کنند که با ما اجازه بدید که در رابطه در ماجستر تحصیل می‌کنیم، لیکن طبق نظامنامه هست باید رفته 3 سال کار کنیم. من همینجا می‌خواستم این نکته دیگر رو خلاصه کنم. ببینید اگر شماره آموزگاران در سال 2023 شماره آموزگاران در مؤسسه تحصیلات عالی کسبی در میانه کسبی کار می‌کردند اگر 127,000 قریب 128,000 تشکیل می‌کرد، در سال 2024 علاقه این شماره با 131,000 رسید. یعنی غیر از اونی که احتیاجات ما داشته ما با غیر از این اون احتیاجاتی که بود احتیاجات مفرقی تامین کردیم و غیر از این زیاده از 3,000 شماره آموزگاران موجود شد. ببینید شماره خواننده اگر در سال 2023
در جمهوری تاجیکستان شماره خواننده 2 میلیون و 278,000 بودند. در سال 2025 در 2024 در آغاز سال 2024 علاقه شماره خواننده ما با 2 میلیون و 354,000 یعنی ما 78,000 خواننده ما زیاد شد. برای همین 78,000 زیاده از 3,000 موزگور داشت. ما موزگور رو تعمین کردن توانستیم. یعنی موزگور بود بعضی موزگوری بود با بنده آوردیم. هرچند از اون بعضی معلوماتی که ما برای یکمی کم داریم نوسای تقریبا ما 281 نفر پیشنهاد شده است. همگی 281 نفر. لیکن در این سمت هم قربان رفته شدن و اینجا شما درست بیشتر گفتم. من یک سری خواستم در اینجا به سهم شما رسانم که تمام شماره زنهایی که در مؤسسه تصویت میانه عمومی کار میکنند از روی معلوماتی که ما روز یکم دکمبر گرفتیم زیاده از 7,000 زنهای ما در حالت نگاهبین کودکان هستند. 7,000 است. تصور کنید اگر اینو گشته بیاید ما دیگر در سمت آموزگاری تقاضی نمیکشیم. یعنی آموزگاری با پورگی تامین کرده میشه و امید به او داریم که در آینده در این سمت کاربری میشه و یکی از هدفهای اساسی که امروز محترم پیشوای معظم ملت پرزیدنت کشور در نزد کارمندان ساحه مالی گذاشته است این تامین مؤسسات تعلیمی با آموزگارا است. یکی از هدفهای اساسی ما است. من 100% باور دارم که در سال 2025 پروگرام آموزگارا مؤسسات تصویت میانه عمومی را آموزگارا تامین میکنه. قسمت دیگری سوال شما نسبت جلب آموزگارا و حرکت شنبگی و دیگران درست قید کردیم. ما اگر شما خبردار باشیم ما وعده کردیم که در سمت قانون جمهوری تلویزیون در مورد مقام آموزگار ما کاربری میکنیم. ما امروز تشکر میگیم به پرزیدنت کشور که در درآمدشان در روز یکم سپتامبر پیشنهاد کردن علاقه در این سمت کاربری رفته شده است. ما قانون را تهیه کردیم. کمیسیون بین اداری تشکیل کردیم. مثلا وزارت‌ها شخصان دیگر هم حضور داشتند. ما قانون را تهیه کردیم. قانون جمهوری تلویزیون در مورد مقام آموزگار در کاربری است. من امید به او دارم که در روزهای نزدیک و ماه‌های نزدیک این تصدیق می‌شود و یکی از بندهای همین است که آموزگار بغیر از دادن دست دیگر به یگان کار جلب کردن نشود. الان یکی از قانون یکی از بندهای اساسش همین است. آموزگار است باید درس حتی ما در اونجا یک بند دیگر رو وارد کردیم که در درس آموزگار یگان است. حتی در روز نام وزیر نوشتیم حتی وزیر حکومت دارد که به اجازه آموزگار وارد دست شود. آموزگار ما باید خلل نرسونه. ببینید همین خودتون فکر کنید وقتی که آدم با یک کار بند نشود یک نفر دیگر میآید کم در فکرش پنگ کنه پریشان کنه الان که برای برگشتن با چقدر وقت دیگر در کار است که با اون حالت اولش پاک کنه. اون درست است من اینجا می‌خواستم بسیار می‌نداری از فرصت مناسب استفاده بکنم به همه شما بسیار می‌نداری بیان کنم چون که بسیار تکلیف‌هایی که شما کردن و تکلیف‌ها رو بیان گرفتید از جمله نسبت برنامه برداشتن مقام آموزگار. سال‌های گذشته این جنگ و جنجال‌ها در مکتب‌های میانه خیلی زیاد بود و خوشبختانه اینا واجد کمتر شده ایستادن و شاید کاست نمی‌شوند یا که ما نمی‌دونیم. به هر حال می‌خواستم بعضی صاحب نظرها برام نظر نگیرد از مخصوص از شبکه‌های اجتماعی نظر برام است که همین تناسب میلیونی معلمان زن و مرد خیلی کلان شده است. بعضی جاها 70-30 ممکن باشه یا 80-30 باشه یا 90 باید باشه خیلی هست مثل معلومات هستند. مثلا در پروسه بازرگان شوروی این مردم خیلی زیاد بودن و همین روند تعلیم و تربیه و دانش آموزی را شاید که اونا از سیاست مردانه معلمان میگیم که ایمال نکردن. مسئله همین است که چرا ما نمیتوانیم این تناسب یا برابر کنیم یا الان تناسب معلمان مرد در مثال زنان زیاد کنیم ولی می‌دونیم زنان بسیار مهربان هستن و نمی‌فهمیم همین چیزا سلام باشید. سلام باشید. آموزگاری که الان برای چی نباشد از آموزگاری رفتیم؟ برای که از دانشگاه و شرط جمعی سلام جواب دادید. سلام باشید. ما رسیدیم میدونید یک سال اصلا شما رسوند در حقیقت امروز من در مورد هم ذکر کردم که شماره زنهایی که در مؤسسه تصویت میانه عمومی میکنند 66% تشکیل میکنند. اما باعث خوشبختی است که زنها در برابر مردان کار میکنند. یعنی به تاثیر تربیت فرزندان ما شما
اصلا ما میدان دلیل است ما هیچ کس پیش نمیگیریم محمد بیویان من بسیار دوستو باعث خوشبختی شخصا من است که ما در قبول شهروندایی که روز شنبه میگذرد مخصوصا از آموزگاران شهر شنبه قسم قسم و از ناحیه کودکی با ما مراجعه کردن که من ختم کردم من آموزگارم من را به جای کار تامین نمیکنم این از چی گویی میدیم ما تشکر میگیم به حکومت جمهوری ترکیه که خصوصا در مدت 3 سال اخیر با اندازه قریب 100% معاش کارمندای ساحه مالی زیاد شد یعنی وقتی معاش زیاد شد زندگیش خوب شد توجه نسبت این میشه من 100% من یک مرتبه در یک برآمده گفته بودم که من میخوام که همین آموزگارا جمع شوند نزد وزارت مالی بیاد از پشت وزیر جمع مردم میگن که وزیر مالی ما رو به جای کار تامین نمیکنه من همین نمیخوام میدونیم برای چی برای اونی که همین وقتی که آموزگار رو ما با کنکورس قبول میکنه میخوایم نمیخوایم به صفت تحصیلات فرزندای ما شما تحصیل رسون یعنی آموزگار از روی خودش کار میکنه که جای کارش از دست نده برنامه میدان دلیل است بیان ما هیچ کس اشتراش نمیگیریم و این البته از راهبران مسئول تحصیلات میانه عمومی واسطه دارن که گیرن نفری که تجربه دارد مهارت بیاد در مسئول تحصیلات میانه عمومی کار کنند و ببینید محترم کارمندان مسئول اخبار ما در مدت 2 سال توانستیم با تشکیلات بین النهرین از جمله نسبت صفت تحصیلات پیرز و برنامه پیزا داریم مراجعه کردیم در سال 2025 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی شهر دوشنبه از برنامه پیزا گذرانده میشن یعنی این چی است این معین نمودن صفت تحصیلات خوانندگان ما در عرصه بین‌المللی و در سال 2026 برنامه پیرز عملی کرده میشه برای خوانندگان صنف 4 ما انتخاب کردیم که نشان ما معین کنیم یک مرتبه که بود همین صفت تحصیلات خوانندگان ما به سطح بین‌المللی موافقت میکنه یا نمیکنه ما 100% محترم کارمندان مسئول اخبار اون سمت میرسونن متأسفانه در کار نیست ممکن در اول صد صفت ما پس شود یکی ما معین کنیم که در کدوم سمت قربانی کنیم که صفت تحصیلات بالا مربوط امروز یکی از صلاحیت‌های حکومت جمهوری ترکیه الان پیشروی معظم ملت از کارمندان ساحه مالی از زمین بورد است نسبت جنگ در جلو در حقیقت ما روز تشکر میگیم که وزارت امور بین جمهوری ترکیه با ساختارهای خدمتی از وزارت کار داخل قربانی بین خوب دوره ما قربانی بین دست بند است قربانی کرده است و از همه خوش همین است که از جمهوری جمهوری ترکیه برنامه مکتب با مکتب و فاکولته با فاکولته عملی کرده شده است جلسه گذشته سیمان در مکتب مالینا صدر یونیورسیته معارف شهر نظام دولت برای رشد معارف هم خیلی است رفته استودان اینا تاثیرش هست ما طرفدار ما هستیم که ما تاجیکستانی را همچون جنگجو همچون خواننده همچون نفر معرفی کنند که در حقیقت در جستجوی خونش هست برای این کاربر رفته استودان ما تشکر میگیم و پدر و مادران تشکر میگیم که امروز پدر و مادران برای بشینشون نسبت که فرزنداشون به طرف نیست ببینید روز پدر و مادران کوشش کرده است که فرزندش بوده در این تاثیر داره که در برابر دونستن زبان ترکی زبان روسی و زبان انگلیسی را واسه کنه این بین یک خوب است تشکر که نسبت این چیز توجه دارید من احترام خواهش میکنم من از کارمندان مسئول اخبار ما دائما رضا هستم چون که هر وقت با ما همکاری میکنن در وزارت امور بین جمهوری ترکیه در این سمت شده است محمد بیاید کمودی هستن کمودی را کدام وقت میتونیم برطرف کنیم در وقتی که یک جا کار میکنه و از روز اولی که من باعث وزیر امور بین جمهوری ترکیه من وقت میگفتم که ما اگر تو جامعه شهروندی ساحه مالی این رو دستگیری نکنه ما پیشرفته نمیشیم برای همین من تشکر میگم به شما و امید به اون دارم که در آینده در این سمت کار کنیم مرحمت شما سوال باشید مطب‌های میانه شهر کلاه و روی همون برنامه اعدامیش است 150 از خانواده جمع کنند ما گفتیم همین توجه اساس داشته باشد شاید شما پیگیری میکنید در این مسئله مخصوصا برای شهر شمالی چون که در برنامه شهر شمالی برنامه یه دونی شمالی شده است و پروگرام مبلغ از سود کلی چی هست ما قبول جوری کنیم در ولایت ختلون برنامه یه خونش دارم در یه خونش در مدتی با فکر مدت ختلون کنم 11 سال تحصیل هر سال با اندازه 13 سومون یک سالش این همون 130 سومونی که شما گفتین 150 سومون این در مدت 11 سال تحصیل در بر میگیره یک مون نیست 11 سال تحصیل است همین قدر است من احتمالاً خواهش میکنم که با ما مراجعه کردن ما گفتیم که وزارت معارف هم فکرش پیشنهاد کرد که ما هم طرفدار اون هستیم که همین مبلغ از سوی شریکان رشد است از سوی دیگر شخصان سخاوت پیشنهاد دستگیر کرده شود درست است بعضی ولایت‌ها هست که مثلا در یک خانه همه ما میدونیم که تقریبا 3 4 5 نفر خواننده تحصیل میکنن یافتن این مبلغ کمتر مشکلی داره
که یک گروه میشود. اگر همین مبلغ سول و سول میکردن ممکن در نظر و قدر نمینم. که وقتی که شما فرض کردیم 4-5 نفر است این در حقیقت تاثیرش هست. برای همین ما در این سمت کاربری هست و وزارت بیماری کاربری کرده شده است. ما با مرحمت که صدر رئیست شما بشیم ما پیشنهاد کردیم که همین سمت یک مرتبه بینه و نفرای اومد که در این سمت واقع تشکر. محترم کارمندان وسایل اخباری اومد من اینجا می‌خواستم این نکته دیگر خود رسان کنم اگر شما خود دلیل داشته باشه ما توبستان وقتی که نشست مطبوعاتی شد و شما وعده کردیم که ما حتما کتاب‌های نسل نو میکنیم و از سال 2025 عملی میکنیم. این باعث خوشبختی است که علاقه ما کتاب رو تهیه کردیم. کتابی متماتیک، کتابی درسی، این کتاب خودش و غیر از این دفتر خواننده که خواننده در داخلش می‌دارد خواننده پیشنهاد کرده میشود اینجا ببینید در ما هست شما میتونید نشون شوید و این شدید باز یک نفر یک چیز دیگر است این تفسیر متدی برای آموزان است. این کتاب رو ما علاقه تهیه کردیم و باعث خوشبختی است که علاقه در مؤسسه تحصیلات میانه عمومی پیشکش کردیم که این پیشنهاد کردیم. و محترم موضوع گرامی این شونه ما تیپ دستور سپارش محترم پیشوای نظر ملت جهت تهیه نمودن کتاب‌های نسل نو آمادگی کردیم. ببینید کتاب زبان روسی ازید برای خواننده‌های صنفداران تهیه کردیم. این کتاب چه فرقیت دارد؟ من اینجا می‌خواستم اینو مثلا شما رسونم وقتی که وارد همین کتاب میشوید اولی که اهمیت کتاب ببینید چقدر تهیه شده است بسیار در شکل خوب دارد و اگر اهمیت دید در هر طرفش کارکد دارد. وقتی که تلفن در داخل می‌کنید اینجا مثلا ببینید باز من مثلا شما رسونم مثلا буква P слушай и повторяй вслед за диктором است. یعنی وقتی داخل همین کارکد وارد میشوید در اینجا علاقه این برابر شما همون تلفظ میکنن. این برای خواننده امروزه ما بسیار یک چیز ضرورت دارد. ما همین کار کردیم و حاضر تصمیم گرفتیم که در سال 2025 همین گونه کتاب‌ها برای خواننده‌های صنف 3 4 5 تهیه کرده پیشنهاد میکنیم. یعنی ما یک از موفقیت‌های ما شد ما تصمیم گرفتیم در حقیقت ما یافتیم شریکان روش هم دستگیری کردن مبلغ هم یافتیم یک کار کردیم و قسمت آخرش ببینید دو تا کارکد دارد. یک کارکد برای خواننده است کارکد دیگرش برای خود تفسیر متدی برای آموزگار است. یعنی داخلش شده همون معلومات هم میتواند از داخل بگیرد. اینا کردیم برای کتاب‌های انگلیسی بله هم زبان انگلیسی هم کردیم باز رفته است از اطراف من اکثر رسانش رو رسوندم کتاب زبان روسی برای خواننده‌های صنف 2 است از زبان انگلیسی از صنف 3 سر بشه. آخه کتاب زبان انگلیسی رو متهیأ کرده شده اونا میدان رو بخونیم میشه. این نسخه برای نقش نه ما داریم نقمه رو گفتم که در سایت وزارت این بله در نقد تجارت کتاب میتونه اونجا کی پیشنهاد کنه محترم وزیر لیکن همین بر مکتب‌ها تلفن موبیلی را چیکار ما برای چی گفتم الان که ببینید من بدونستم که این سوال پیدا میشه من احترام را خواهش میکنم. این کتاب است وقتی خواننده میره در خونه من احترام را خواهش میکنم پدر و مادر عزیز یک مرتبه با کودکانتون کمک کنید. هم پدر برای یاردن میشود خودش یک متنفس میکنه پدر میشنود هم خواننده نه برای اون برای پیشنهاد کرده وظیفه خانگی است بسیارش در وظیفه خانگی من مثلا نخوش گفتم که محترم نمایندگان وسایل اخباری محمد ارزش کتاب زبان روسی سنت همگی 19 سومون است و اجاره 19 سومون 3 تقسیم میشود و اجاره یک ساله اون همگی 6 سومون چند دیگه تشکیل می‌کنه. خیلی کتاب ارزان است. در مورد کتاب‌های زبان انگلیسی ما حالا گفتگو داریم با دانشگاه کمبریج بریتانیا کردیم و هدف داریم که کتاب‌های زبان انگلیسی که است از صنف 3 تا 11 در اساس استاندارد کمبریج که زبان انگلیسی هم چون زبان دیگه برای خروجی است در اساس همون سال‌های آینده تهیه کنیم و کتاب‌های زبان انگلیسی هم طبق همین متد کتاب‌های نسل نو که پیوند خواننده با تکنولوژی رو دارد و پیوند کتاب با تکنولوژی در اساس همین پرینسیپ تهیه کرده میشه. خیلی پیدا شد معلومات از کدام است نسبت جمهوری هستن با پراگی یا کدام ولایت است ولایت است کدام ولایت رفتن ببینید مکتب شمارش است شماره خواننده‌اش است مؤسسه تو مکتبی چقدر است شمارش با آوردن مؤثری همش معلومات پیشنهاد میکنیم موضوع تصمیم گرفته مؤسسه در اطراف کار کرده شدیم که در آینده معلوماتی پره نسبت هر یک مؤسسه شود با آوردن راهبر مؤسسه دیگر این برای اصولی کار است که مثلا کسی که میخواد معلومات درباره مؤسسه تثبیت منابع عمومی ما یکی مؤسسه تو مکتبی ما بده. در این سمت این یکی از پیشنهادات بود. این پیشنهادات ما عملی کردیم. و در آینده
من سوال دیگر داره؟ سوال نداره؟ محترم کارمندان مسئولیت اخباری من در واقع میخواستم قول دیگر و همه شما بسیار می‌دانید چون که وزارت مالی و اداره دوستان با همراه شما در همه آماده است من از یک چیز خوشبخت هستم محترم کارمندان مسئولیت اخباری ما قسم شما رسانم بسیاری مقاله میشود مثلا نسبت به موجود تاجیکستانی میشود من امروز از یک چیز خوشبخت هستم که پیشتر اگر ما فقط با زبان تاجیکی به این جامعه دادیم من وقتا وقتی همه داده ایستادم با زبان روسی هم جواب داده ایستادم با زبان انگلیسی هم جواب داده ایستادم این از چی روی میدید این جامعه شهروندی ما عرب روز کارمندان مسائل که اخبار اومد در یک جایی کار کرده است این بسیار قدم خوب است قدم نیک است این قدمی از اون روی میدید که امروز کارمندان مسائل که اخبار اومد حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری کرده ایستادن ساحه‌های حکومت جمهوری تاجیکستان دستگیری کرده ایستادن امید با میکنیم که در آینده کاربری مطلوب میشود برای اشتراکتان جوان سپاس زیاد سلامت باشید